ماجرای مرگ مریلین مونرو در 1 دقیقه. ماجرای مرگ مریلین مونرو فقط یه تراژدی سینمایی نبود، یه معمای سیاسی، روانی و اجتماعی بود که هنوز هم بعد از گذشتن تقریباً 60 سال به صورت 100% حل نشده. اما چرا؟ بذارید مفصل‌تر براتون بگم. نورما جین مورتنسن یا همون مریلین مونرو یه دختر پرورشگاهی از لس آنجلس بود که با زیبایی، هوش عاطفی و جاه طلبی بی‌نظیرش تونست به نماد تمام عیار رؤیای آمریکایی تبدیل بشه. اما همونقدر که معروف شد از درون هم فرو پاشید. 5 شب آگوست 1962 مامورای پلیس لس آنجلس حدوداً ساعت 3:30 صبح وارد خونش شدند. مریلین برهنه روی تخت خوابیده بود، تلفن توی دستش بود، قرص‌های خواب‌آور کنار تختش پخش شده بودند، شیشه اتاقش شکسته بود و در هم قفل بود. و زمانی که به پزشکی قانونی منتقل شد گفتن که با مصرف بیش از حد دارو خودکشی کرده. اما یه چیزی عجیب بود. توی معده‌اش هیچ اثری از خود قرص‌ها دیده نمی‌شد و شیشه اتاقش هم از بیرون شکسته شده بود. با همه این حرف‌ها راجع به مرگش 3 تا تئوری وجود داره. اول از همه تئوری رسمی که میگه به خاطر افسردگی شدید خودکشی کرده و اتفاقا روانپزشکش هم قبل از مرگش وضعیت خطرناکش رو تایید کرده بوده. دوم تئوری کندی ها که شاید شایع‌ترین و مرموزترین تئوریه. مریلین مونرو یه مدتی معشوقه جان اف کندی بود و بعد از اون هم با برادرش رابرت اف کندی میخوابید. به خاطر همین هم خیلی ها معتقدن که احتمالاً به یه سری از رازهای محرمانه دولت آمریکا پی برده بوده و تهدید کرده بوده که همشون رو فاش میکنه و در نتیجه چند روز بعدش توسط برادران کندی کشته میشه. و تئوری سوم هم که میگه کار مافیا بوده. چرا؟ چون که در اون زمان مافیای آمریکا درگیر چند تا پرونده سنگین با دولت کندی بودن. در نتیجه مریلین به عنوان یک واسطه ناخواسته در دسترس بین مافیا و کندی ها شناخته میشد و حذفش یه هشدار غیر مستقیم برای خانواده کندی بود. همین.